الان بریم برای دوخت این مدل برگ. اول طرحش رو با خودکار حرارتی میکشیم. من اینو با ملیل شکسته و پولک سایز 2 میل دوختم. این از ملیل شکسته و اینم پولکای ریز. برای شروع سوزن رو از اول مسیر بیرون میارم. 3 تا ملیل شکسته و 1 پولک وارد نخ میکنم. به اندازه اونا میرم جلوتر و به اندازه 1 ملیله برمیگردم عقب و سوزن رو بیرون میارم و دوباره این بافت رو تکرار میکنم. کل برگ با این بافته. این همون بافت ساق پیچه. تو بافت ساق پیچ موقع برگشتن به عقب هر چقدر مسیر رو بزرگتر در نظر بگیریم پهنای ساق زیاد میشه و ساق توپرتری خواهیم داشت و هر چقدر مسیر کمتری به عقب برگردیم ساق ظریفتر و باریکتر میشه. من چون دوست دارم این بافت ظریفتر باشه به اندازه 1 ملیله برمیگردم عقب. سه تا ملیله با 1 پولک برمیدارم. به اندازه اینا میرم جلوتر. سوزن رو وارد پارچه میکنم و به اندازه 1 ملیله برمیگردم عقب و سوزن رو بیرون میارم. حواستون باشه که تو کل مسیر حتما سوزن رو از روی خط وارد پارچه کنین و موقع بیرون آوردنش هم روی خط خارج بشه. این نکته به خصوص تو مسیرهای هلالی خیلی مهمه. اگه این نکته رو رعایت نکنین تو مسیر هلالی به جای اینکه گرد کامل باشه بافتتون به صورت شکسته میفته.